وقتی اسم تالکین میاد اولین چیزی که به ذهن میرسه داستان ارباب حلقه هاست، ولی دنیایی که خلق کرده بسیار فراتر و عمیق‌تره. در واقع اون فقط راوی یه داستان تخیلی نیست، بلکه یک تمدن واقعی با تاریخ و فرهنگ خلق کرده. از نخستین لحظه آفرینش آردا تا جنگ‌های حماسیش همه به صورت دقیق و مستند در دل داستان جا داده شدن. نکته جالب توجه اینه که این دنیا زبان‌های مخصوص خودش رو داره. تالکین وقت زیادی برای خلق زبان‌های متفاوت صرف کرده، چرا که اعتقاد داشته زبان‌ها زیربنای داستان‌ها هستن و وجودشون برای ساخت یه دنیای پویا و زنده الزامیه. از بین بیش از 15 زبانی که خلق کرده، یکی از شناخته شده ترین اونا زبان کوئنیاست. کوئنیا زبان اشرافی و شاعرانه الف هاست که با الهام از زبان فنلاندی خلق شده. مثلا کلمات زیبایی مثل آنار به معنی خورشید، ایسیل به معنی ماه و ملمه به معنی عشق رو در خودش داره. کوئنیا خیلی زیاد به زبانهای واقعی نزدیکه. چرا؟ اول اینکه ترکیب تصادفی از تعدادی کلمه ساختگی نیست، بلکه آواشناسی مخصوص خودشو داره. مثلا شما روسی بلد نیستین، ولی وقتی صحبت کردن 2 تا فرد روس رو میشنوین، با توجه به آواها، لحن‌ها و تلفظها میتونین حدس بزنین که این زبان روسیه. کوئنیا هم دقیقاً از این قاعده پیروی میکنه. نکته دوم این که کوئنیا دستور زبان ویژه خودش رو داره که خیلی هم دقیقه. برای مثال بسیاری از مفاهیمی که در زبان‌های دیگه با حروف اضافه بیان میشن، در کوئنیا با پسوند مشخص میکنیم. اندور سرزمین میانه، اندور نا به سوی سرزمین میانه. همچنین در کوئنیا صرف فعل داریم. افعال بر اساس زمانشون، یعنی حال، گذشته و آینده، و اینکه فاعلشون مفرده یا جمع صرف میشن. این ویژگی‌ها کوئنیا رو به زبانی پیچیده اما بسیار زیبا تبدیل کرده. توی کپشن میتونی یه نمونه از صرف فعل به زمان حال ساده رو ببینی.